عرض ادب. امروز میخوام بهتون آموزش بدم کجای زمینتون خزانه بگیرین که یک گیاه سبز و ایدئال داشته باشین و کجای زمینتون خزانه نگیرین. لطفا تا آخر فیلم با من همراه باشین. کنار خیابون ها به هیچ وجه خزانه نگیرید تا از شر موجودات مضر مثل موش، گربه، سگ یا غیره خزانهتون در امان باشه. چسبیده به مرزها به هیچ وجه خزانه نگیرید. مرزهای شمالی، جنوبی، شرق یا غرب به هیچ وجه خزانه نگیرید. چرا؟ چون تو این نوع خزانه ها که چسبیده به مرز، آب خزانهتون سریع خارج میشه و گیاه شما دچار تنش کمابی و بیماری های قارچی میشه. کنار دیوارها و درختها به هیچ وجه خزانه نگیرید، چون جلوی نور خورشید رو میگیره و نمیذاره نور خورشید به صورت 360 درجه‌ای به خزانه‌تون بتابه. در نتیجه گیاه شما باریک و قد بلند میشه و این گیاه باریک محصول خیلی خوبی نمیده. حالا میخوام بهتون بگم کجای زمینتون خزانه بگیرید تا یک گیاه سالم و سبزی داشته باشید. تو زمین خودتون اون قسمتی که بالاترین ارتفاع رو داره جای درسته برای خزانه گیرید. تو قسمتایی که ارتفاعی پایینی داره خزانه نگیرید. چرا؟ چون خاکش نمناکی و رطوبتی است و گیاه شما دچار بیماری های قارچی میشه. در پایان خدمت شما عرض کنم که خزانه خود رو در بالاترین سطح ارتفاع زمین خودتون، یعنی اون کلیدی که بالاترین ارتفاع رو داره، انتخاب کنید و 2 تا 3 متر از مرزهای شمال و جنوب و شرق و غرب فاصله بدین و وسط اون کلید خزانه خودتون رو انتخاب کنید به اون علتی که گفته بودم. کلام آخر این که خزانه خودتون هرگز به سمت شرق و غرب نگیرید، بلکه به سمت شمال و جنوب بگیرید، چون تو این خزانه‌ای که به سمت شمال و جنوب هستش نور خورشید به صورت 360 درجه‌ای میتابه و یک گیاه بسیار ایدئالی پرورش خواهید داد. دوستان عزیز، لایک و کامنت یادتون نره. نظر و پیشنهادات خودتون رو بیان کنید و ما رو دنبال کنید تا ترفندهای خفن برنجکاری جا نمونه.